خب به نام خدای بزرگ و مهربون. سلام، امیدوارم هرچی که هستید حالتون خیلی خوب و درجه یک باشه. بریم سراغ تحلیل اولین آزمون نشانه که امروز برگزار شده در تاریخ 10 مرداد 1404. بریم سوالاشو با همدیگه بررسی کنیم از فصل یک شیمی دهم، ببینیم چه عبارتهایی داره و چه نکاتی در بین این سوالات وجود داره. از سوال اول شروع کنیم. عبارت بیان شده در کدام گزینه نادرست؟ خب بریم برای بررسی گزینه. جمع میانگین فراوانترین عنصر سازنده سیاره مشتری برابر آقا فراوانترین عنصر سازنده مشتری هیدروژنه. خب جرم در واقع اتمی میانگینش 1.208 AMU هست. دومین عنصری که پا به جهان هستی گذاشته در میان عناصر سازنده سیاره مشتری نیز در رتبه دوم قرار داشته. بله، هلیوم. درسته. در میان 8 عنصر فراوان سیاره زمین کمترین فراوانی مربوط به عنصری است که در واکنش با اکسیژن ترکیب مولکولی تشکیل میدهد. خب کمترینش مربوط به آلومینیومه که در واکنش با اکسیژن ترکیب یونی تشکیل میده، نه مولکولی. پس این جمله میشه جمله غلط. 57 میگه اگه در گونه شیمیایی X124 دوباره مثبت، خب شمار نوترون ها با مجموع شمار پروتون ها و نصف شمار الکترون ها در واقع برابر باشه، عدد اتمی عنصر X رو برای من پیدا کن. خب ببین میگه نوترون مساوی باشه با پروتون به علاوه الکترون دوم و از سمت دیگه منم میدونم الکترونش هم مساوی هست با پی منهای 2. خب من به جای الکترون میتونم جایگذاری کنم پی منهای 2 رو و یه عبارت تقریبا به نسبت خوبی به دست میاد. در نهایت نوترون هم مساوی میشه با 3/2 در واقع پروتونم منهای 1. از اونجایی که عدد جرمیمونم یعنی نوترون به علاوه پروتونمونم هست 124، یه جایگذاری دوباره میتونیم انجام بدیم و مقدار پروتونمون به دست میاد 50. این سوال قابلیت حل کردن داشت. ببین سوالایی که خوب بودن برای حل کردن در دور اول من سبز میکنم. آقا این سوال خوب بود، این سوال هم خوب بود، قابلیت حل کردن دارد. با اینکه حالا میتونیم حتی اینو مثلا چه میدونم زمانبر رو مثلا نارنجی کنیم یا مثلا آبی، نمیدونم بنفش کنیم مثلا. میگم آقا این حتی زمانبر هم بوده تا یه حدی برای بعضی از دوستان، ولی باید بزنید، این سبز دیگه قطعیه در واقع سوالای حل کردنی. 58 میگه آقا عبارت بیان شده در همه گزینه‌های زیر درست است بجز. خب بریم بررسی. در یک نمونه طبیعی از عنصر معین ممکن است شمار ذرات زیر اتمی در همه اتم‌ها برابر باشه. بله همچین چیزی ممکنه. ما توی یه نمونه طبیعی از ایزوتوپ‌های مختلف میتونیم در واقع اینو داشته باشیم، یا میتونیم حتی هیچ ایزوتوپی هم پیدا نکنیم از یه عنصری. این حرف درسته. اختلاف شمار ذرات زیر اتمی درون هسته در رادیوایزوتوپی که یون حاویان با یون یودید اندازه مشابهی دارد برابر 13. بله TC 4399 دیگه. اینو همه دوستان باید بلد باشن. بله اختلافش هم 13 تاست. درسته. شمار عنصرها در هر یک از دوره‌های دوم و سوم جدول. خب دوره دوم چند تا عنصر داره؟ 8 تا. دوره سوم چند تا داره؟ 8 تا. با مجموع شمار ذرات زیر اتمی در ناپایدارترین ایزوتوپ ساختگی هیدروژن برابر. خب ببین ناپایدارترین ایزوتوپ ساختگی هیدروژن میشه H1.7. درسته؟ و 8 تا ذره زیر اتمی هم تو این وجود داره. بله درسته. 4 غلطه. حالا 4 چی میگه؟ میگه مجموع شمار ذرات زیر اتمی در ایزوتوپی از شناخته شده ترین فلز پرتوزا، شناخته شده ترین یعنی اورانیوم U235. درسته؟ 92-235 به عنوان سوخت راکتور اتمی به کار میره برابر 250. خب میگه مجموع شمار ذرات زیر اتمش 250. البته که این حرف غلطه دیگه. مجموع چیشه؟ در واقع نوترون پروتونش این عدد میشه، عدد جرمیش. اینم خوب بود. بریم. در همه اتم ها نسبت n به p بزرگتر از یک. این که چرت و پرت. چرا؟ چون هیدروژن 1 و 1 ما داریم و این از کامل غلط میشه. اگه در گونه ای رابطه E بزرگتر از n برقرار باشه، یعنی تعداد الکترونش بیشتر از نوترون باشه، خب این گونه میتونه اتم خنثی آنیون که 100% میتونه باشه. فرض کنید من یه گونه ای دارم نوترون با الکترونش یعنی نوترون با پروتونش برابر باشه، بار منفی میگیره، تعداد الکترونش میزنه بالاتر. این که حرف درستی. حالا آیا میتونه اتم خنثی هم باشه؟ ببین داریم، چرا که نه. من اگه موجودی داشته باشم به نام هیدروژن 1 و 1 باز این قضیه براش برقراره، چون نوترون نداره، الکترونش هم بزرگتر از نوترون، پس این حرف میتونه درست باشه. اوکی، مشکلی نداره. این سوال هم سوال خوبی بوده برای حل کردن. 60 میگه آقا نسبت شمار ذرات زیر اتمی در
5 گرم از پایدارترین ایزوتوپ طبیعی عنصر منیزیم به شمار نوترون ها در نیم مول از یک نمونه طبیعی عنصر لیتیوم به تقریب برابر با کدام است؟ خب آقا، من در نگاه اول این سوالو زمانگیر تلقی میکنم و در دور دوم حلش میکنم اگر وقت کردم. اوکی، این تا اینجا. حالا بریم بررسی کنیم. ببین، اولا که من میدونم پایدارترین ایزوتوپ طبیعی منیزیم Mg 1224. خب اینم میدونم که همه دوستان اینو بلد. و توی نمونه طبیعی عنصر لیتیوم هم ما ایزوتوپ 36 و 37 رو داریم دیگه. حالا بریم با یه بررسی با هم داشته باشیم. ببین، به من گفته 5 گرم در واقع پایدارترین ایزوتوپ رو دارم. خب من یه 5 گرم دارم از همون Mg 24. قبوله؟ این تا اینجا. میخوام ببینم چند تا ذره توش داره. بچه‌ها Mg 1224 کلا چند تا ذره میشه؟ 12 به علاوه 12 در واقع میشه 24 تا، به علاوه 12 تا میشه 36 تا. کل ذرات زیر اتمیش میشه. درسته؟ یعنی من کل ذرات زیر اتمیشو این عدد دارم. حالا بریم حساب کتاب کنیم با هم. آقا ضرب میشه در به ازای هر 24 گرمش من یه مول ازش دارم، به ازای هر یه مول از این من 36 تا دونه در واقع ذره دارم. هر یه مول ذره هم که n آتاست. درسته؟ اینجا حاصل من به دست میاد. آقا این 12 3 این 12 2 15 دوم یا 7 و نیم n. این تا اینجا مقدار ذرات من شد. حالا من میدونم که لیتیوم های 3637 هم لیتیوم 36 و لیتیوم 37. خب که اینجا داریم مشخص میکنیم یکیشون در واقع 3 تا نوترون داره، یکیشون هم 4 تا نوترون داره. نیم مول هم از هر کدوم داریم. خب بریم بررسی کنیم با هم دیگه. من نیم مول الای در واقع حالا 36 یا 37 دارم، تیکه به تیکه بریم. بعد خب اول با 36 بریم. در واقع من میدونم خب درصد فراوانی 6%. خب ضرب در یه دونه 6%ش کنم، بعد ضرب کنم در که به ازای هر یه مولش من در واقع 3 تا نوترون میتونم پیدا کنم. هر یه مول نوترون هم در واقع n آتا دونه میشه. حالا این اینجا حاصلش بشه 9 صدم na. تیکه دومش هم دوباره من نیم مول الای 37 دارم که 94% فراوانیشه و به ازای هر یه مولش من 4 تا نوترون دارم و به ازای هر یه مول نوترونم n آتا ذره دارم. حالا که این عددش یه ذره بیریختر میشه در واقع 188 صدم na. حاله. خب این عددهای در واقع شمار ذرات من هم به دست اومد. حالا میگه این نسبت درست کن برای من. خب باش آقا، 7.5 به روی جمع این دوتا. عددش عدد مسخره ای در تقریبا در میاد. یعنی میشه حدودا 7.5 به روی 2 حدودا 1.97 میشه. من میگیرم 2 که میشه آقا مثلا 3 و خورده ای، 3 و مثلا 7 هم 8 هم مثلا هرچی 3 و خورده ای تو گزینه ها داریم، پس باید دقیق تر مثلا به دست بیاریم. خب من 7 میگم 3 و نیم میشه، نیم هم داره بیشتر از 3 و نیم میشه، یعنی 3 و 14 هم قطعا نمیشه. اینا هم که هیچ، جواب حتما گزینه 4 میشه. خب بریم جلو. سوال 61 میبینمش میگم آقا به نظر من زمان بر، یعنی اصلا جو سوالای طولانی دسته بندیش میکنم. بریم. میگه من یه نمونه ای دارم خب به جرم 186 گرم از عنصر M که شامل 2.5 مول از اونه. خب گفته اگه این عنصر دارای 2 تا ایزوتوپ باشه که اختلاف جرم اتمی و اختلاف درصد فراوانی آنها به ترتیب برابر. خب گفته من یه نمونه دارم به جرم 186 گرم از عنصر M شامل 2.5 مول از اونه. اگر این عنصر دارای 2 تا ایزوتوپ باشه که اختلاف جرم اتمی و اختلاف درصد فراوانیش به ترتیب 2 mu و 60% باشه، جرم اتمی ایزوتوپ ناپایدار هر کدومه و فلان. حتی من اینو جزو سوالای سخت تلقی میکنم. سخت یعنی اینکه میتونی بذاریش کنار. حتی سوال طولانی سخت و دشوار این آزمون میتونه این باشه. حالا جلوترم بررسی میکنم. آقا من یه نکته دارم. اول جرم مولی این عنصرها رو میتونیم با هم دیگه پیدا کنیم. ببین میگه 186 گرمش 2.5 مول. خب یعنی من 186 گرم از این موجود دارم،
به ازای هر x گرمش من میگم 1 مول دارم که حاصلش چقدر شده 2.5 یا 5/2. خب از اینجا مقدار جرمم به دست میاد 74.4 AMU. پس من جرمم رو پیدا کردم. حالا این تا اینجا. حالا تیکه دوم داستان، اختلاف 2 تا درصد فراوانی رو بچه به ما داده و خب من میتونم بگم آقا مثلا F1 منهای همون F2 برابر 60 خودش گفت و از سمت دیگه میدونم خود F1 به علاوه F2 هم میشه 100. درسته؟ یعنی جمع این دوتا رو هم دارم. خب مشخص میشه از اینجا که یکیش درصد فراوانیش میشه 80، یکی درصد فراوانیش میشه 20. حله این تا اینجا. حالا گفتیم که آقا جرم اتمی میانگین براش تعیین تکلیف کنیم. خب بریم تعیین تکلیف کنیم. ببین برای جرم اتمی میانگین باید من جرم ها رو داشته باشم. درسته؟ خب من جرم ها رو که ندارم. میتونم از اون رابطه اولیه استفاده کنم. بگم آقا جرم اولی ضرب در فراوانیش که ضرب در 80 میشه، به علاوه جرم دومی. خود جرم دومی رو میگم آقا از در واقع اولی کم میکنم دیگه، یعنی میشه M2 منهای M1. حالا M2 اصلا در نظر بگی ضرب در 20 کلن تقسیم بر 100 حاصلش شده 74.4. ما گفتیم این شکلی بررسی کنیم این جرم رو. جرم کوچیک‌تر از هر کدوم کم بکنیم، یعنی M1 از خودش کم بشه میشه 0، M2 منهای M1 کم بشه ضرب در 20 یه عددی به ما میده که تقسیم بر 100 و حاصل در واقع این M1 کم کردن ها میتونه به من عدد بده. خب من میدونم آقا مثلا این جرم M2 منهای M1 میشه، M2 منهای M1 میشه که اختلاف در واقع جرماشون هم به ما داده. درست میگم؟ آره اختلاف جرماشون هم داده 2 AMU. یعنی من به جای این اختلاف M2 منهای M1 میتونم بذارم 2. خب 2 ضرب در 20 میشه 40 تقسیم بر 100 میشه 14. 14 به علاوه M1 شده 74.4. پس M1 هم به دست میاد میشه 74. حله M1 هم میشه 74 AMU. خب M1 هم که به دست اومد، حالا ما ایزوتوپ ناپایدارترمون یعنی اونی که درصد فراوانی کمتر داره میشه در واقع 74 به علاوه 2 که میشه 76. و قسمت دوم مسئله گفته آقا بیا برای من پیدا کن که جرم این نمونه برابر با چند گرمه. خب بریم بررسی کنیم که مقدار گرمش رو بتونیم حساب کنیم. آقا 24 ممیز 0.8 ضرب در 10 به توان 22. درسته؟ انقدر تو اتم داریم، از این امه ضرب میشه 10. خب هر 6.2 در 10 به توان 23 میشه 1 مول. حالا به ازای هر مثلا بگیم 80 تاش، به ازای هر 80 تا از این، حالا M1 مثلا M مثلا اسمشو M1 حساب بذاریم، هر 80 تا M1 من 100 تا از کل دارم، 100 مول از کل M دارم و ضرب بشه در به ازای هر 1 مولش هم 74.4 گرم جرم دارم. حله اینم از اینجا به من عدد بده. این 6.2 با 24.08 قطعا که ساده میشن با هم دیگه، 4 برابر هم دیگه، این که مشخص. بعد 10 به توان 23 با 10 به توان 22 بره، یه 10 بمونه برای من تو مخرج. 0 خدمت شما عرضم که دوباره 0 و 0 رو فکر نمی کنم دیگه چیزی مونده باشه دیگه. حله حاصل من در نهایت چقدر بشه 37.2 گرم. بله سوال طولانی و برای دور آخر و کسی که زمان اضافه میاره تو آزمون. سوال 62 بررسی میگه که آقا عبارت بیان شده در کدام گزینه نادرست؟ اگه میانگین جرم هر اتم بر در حدود انقدر گرم باشه، جرم مولی آن به تقریب برابر با انقدر. ببین گفته هر یه دونه اتم بر در واقع میانگین جرمش رو به من داده. خب ببین خب من میدونم 1 مول مثلا من بر بی دارم، درسته؟ خب من میگم آقا به ازای هر 1 مول بی که من در اختیار داشته باشم به قول 6.2 در 10 به توان 23 تا دونه ذره دارم و به ازای هر یه دونه شم، هر یه دونه بیام که دارم جرمش رو چقدر داده شده 1 ممیز 795
در 10 به توان منفی 23. در واقع حرف اینه این دو تا عدد رو باید تو هم ضرب کنی. خب یعنی وقتی میگه جرم اتم میانگین جرم اتم برو اینقدر بهت دادم، جرم مولیشو میخوام، یعنی به ازای 1 مولش برام صحبت کن. خب این ضرب در اون عدده میشه که حدودا میرسه به در واقع 10^8. این عبارت درست. گفته آقا اگه جرم اتمی میانگین بروم با ایزوتوپای 79 81 برابر 80 باشه، درصد فراوانی ایزوتوپای آنها با همدیگه برابره. خب میشه درصد فراوانی ها رو یکی در نظر بگیریم. خب ببینیم آیا این حرف درست هست یا نه. بگیم آقا 79 ضرب در 50 به علاوه 81 ضرب در 50 کلا هم تقسیم بر 100. ببینیم آیا این عدد رو به ما میده یا نمیده. 79 رو از خودش کم بکنیم 0. 79 از 81 کم بشه در واقع 2 تا 50 تا 100 تقسیم به 100 میشه 1 به علاوه یه دونه 79 میشه 80. پس این عبارت درسته. یکای جرم اتمی برابر با 1/12 جرم اتم کربن 12 بوده و برخلاف گرم که رایج‌ترین یکای اندازه‌گیری جرم است، کار با آن در آزمایشگاه و در عمل ناممکن است. خب من این رو هم در واقع بدون مشکل میبینم، مشکلی ندارم، درست جملهش. گفته یک نمونه طبیعی، جواب قطعا گزینه 4. میگه آقا یک نمونه طبیعی از عنصر کلور دارای دو تا ایزوتوپ 35 و 37 و جرم اتمی این عنصر به جرم اتمی 37 نزدیک تره. ببین جرم اتمی میانگین در واقع به فراوانی بیشتر نزدیک تره، فراوانی 35 از 37 بیشتره. عبارت منطقی. حالا یکی میاد میگه آقا من عبارت 1 2 و مثلا چه میدونم محاسباتی ها رو رد میکنم، بعد میرسم به 3 و 4، اونا رو زودتر بررسی میکنم، میگم آقا اگه حال کردی این کارو بکنی هم خوبه. ولی من این سوالم جز سوالایی میبینم که آقا باید حل بشه به نظر من. حالا سوال شاید مورد یکش خیلی زمان بر باشه ولی 4ش پر واضحه که غلطه. یعنی آقا تو میگی اولی من زمان بره، نه اصلا حل نمیکنم، دومی رو میشه حل کرد، سومی هم میفهمیم، چهارمی هم همینطور. و وقتی 4 واضح غلطه دیگه مطمئن گزینه رو میزنی. گفته یک مخلوط گازی دارم شامل X مول CO و Y مول NO. اگه جرم این مخلوط 78 گرم باشه و این نمونه در کل داره 5.4 مول باشه، X منهای Y رو برای من پیدا کن. خب آقا بریم بررسی کنیم. جرم میخوایم بررسی کنیم. بچه هر یه مول CO 28 گرمه. یعنی جرمی که حاصل از CO میشه، فرض کنید که من X مول از اینا داشته باشم، جرمی که از اینا دارم میشه 28X و هر یه مول NO هم میشه 14 و 16 میشه 30 تا، میشه CY. درسته؟ پس من یه دونه عبارت ساختم 28 به علاوه CY میشه 78. این یه عبارت. بعد گفته جمعشون برابر 54 موله. این نمونه در کل داره 54 مول اتم باشه. به من مقدار اتمشو داده نه مقدار خودشو. گفته 54 مول اتم داشته باشه. خب اگه بخوام تعداد اتمش رو بکنم CO2 تا اتم داره میشه 2X به علاوه NO هم 2 تا اتم داره میشه 2Y. درست میگم؟ یعنی یه 2X داریم یه دونه 2Y داریم، جمعشون شده 5.4. خب دیگه دو معادله دو مجهول حل کردن با شماست. با در واقع یه اینور اونور کردن من میتونم یه در واقع هم میتونم x و y رو به دست بیارم یعنی جداگانه، هم میتونم x منهای y رو بسازم. خب یعنی دیگه نکته خاصی نداره. خب x ما چقدر میشه؟ x ما میشه 1.5، y ما هم میشود در واقع 1.2. خب اختلاف اینا هم که مشخصه 3. حله. این هم سوال خوبی بود. این خیلی سوال خوبی بود به نظر من. اوکی بود. بریم 64. اگه شمار اتم های 34 گرم آمونیاک 2 برابر شمار اتم هیدروژن در m گرم متان باشه، m برابر کدومه؟ سبز. خب آقا 34 گرم ما متان داریم، درسته؟ شمار اتماشو گفته 34 گرم n های 3 دارم، ضرب میشه در به ازای هر 17 گرمش من 1 مول دارم، به ازای هر 1 مولش هم من 4 مول اتم دارم، به ازای هر 1 مول اتمش هم Na تا دونه ذره دارم. حله. 17 و 34 رو بذارم 2 برابر همن، 2 3 تا 6 تا Na تا اتم میشه. میگه تعداد اتم های این 2 برابر اتم های هیدروژن باشه. خب من در واقع
عذر میخوام، این چرا 3 نوشتم من؟ 4 باید باشه. آره در واقع 4 تا اتم دارم، 3 حسابش کردم، پس میشه 8 تا NA. خب من 8 تا دونه NA دارم. خب گفته شماره اتممون نصف این یکیه. خب پس طبیعتا اون یکی در واقع نمونه ای که من از متان میخوام داشته باشم شماره اتم هیدروژنش رو گفته. خب پس شماره اتم هیدروژنش رو من میتونم داشته باشم در واقع 4 تا دونه دیگه، 4 مول اتم در واقع. خب اگه بخوام 4 مول اتم داشته باشم از اون یکی، من NA رو دارم حساب نمی کنم، یعنی NA رو تو ذهنم دارم خط میزنم. اگه 8 تا داشته باشم 4 مول از اون رو دارم. خب 4 مول از اون اتم ها خواهم داشت. به ازای هر 4 مول اتمش من 1 مول CH4 میسازم و به ازای هر در واقع 1 مول CH4 هم 16 گرم جرم خواهم داشت. همین تمام. که حتی این 4 با این 4 بعد بزنم دیگه، احتمالا این چیز دیگه نمیمونه. جواب 16. بریم 65. گفته کدام مورد مطالب زیر درست؟ بریم بررسی کنیم با هم. شکل 1 و 2 میتواند مربوط به شکل موج نور حاصل از لامپ های نئونی و لامپ حاوی بخار سدیم باشه. خب شکل 2 رو میگه در واقع میتونه مربوط به لامپ نئونی باشه، قرمز باشه یعنی. شکل 1 هم میگه زرد باشه. خب ببین من خب یه طول موجهایی رو میفهمم دیگه از اینجا. خب پایینیه طول موجش کوتاه‌تره نسبت به بالاییه. خب و این جمله برای من جمله درستی نخواهد بود، واضحه دیگه تو شکل. خب پس این جمله رو من غلط در نظر میگیرم و چون غلطه عبارت آ رو غلط میگیرم. خب عبارت آ که غلط باشه یعنی 3 پریده 2 هم پریده، بین 1 و 4 ب مشترکه، پس یا پ یا ت. نمیدونم میخوای بریم مثلا پ. تفاوت شمار خطوط در طیف نشری خطی دو عنصر نخست جدول دوره‌ای در ناحیه مرئی، یعنی داره راجع به هیدروژن و هلیوم صحبت میکنه. خب یکی 6 تا داره یکی 4 تا داره، تفاوتشون برابر 2 نه 3. خب پ غلطه، پ که غلط باشه جواب 1. عالی عالی. بیا بریم آقا. سوال 66. عبارت بیان شده در کدام گزینه از نظر درستی و نادرستی با سایر گزینه ها متفاوت؟ یعنی چک کنیم، همه رو باید چک کنیم. خب بریم بررسی. میگه آقا اگه دمای شعله آبی رنگ اجاق گاز برابر 2700 باشه، دمای شعله فلز مس میتواند 2050 باشه. خب شعله فلز مس من میدونم سبز، انرژی آبی هم از سبز بیشتره، دماش هم در واقع واضح باید بیشتر باشه. خب این که هیچ. اختلاف انرژی پرتوی گاما و امواج رادیویی بیشتر از اختلاف انرژی پرتوی ایکس و ریز موجه. به من میدونم گاما اول پر انرژی تره، خب بعد ایکس، بعد فرابنفشه، بعد مریه، بعد فروسرخ، بعد ریز موجه، بعد امواج رادیوییه. بله برو بریم. میگه در فرآیند نشر ماده شیمیایی مورد نظر ابتدا بر اثر تابش نور یا گرم کردن انرژی جذب میکنن. بله نشر در واقع یه فرایندیه که یه ماده شیمیایی اول جذب انرژی داره، بعد از خودش پرتو گسیل میدارد. میگه انرژی مورد نیاز الکترون در اتم هیدروژن برای انتقال به یک لایه بالاتر با افزایش فاصله از هسته اتم افزایش پیدا میکنه. ببین من میگم وقتی فاصله از اتم پیدا میکنم، اختلاف انرژی دو تا لایه متوالی من کاهش پیدا میکنه و انرژی مورد نظر من برای انتقال به لایه های بالاتر من شروع میکنه کم شدن اتفاقا. پس جواب گزینه 4. خب بریم برای سوال 67. این هم سوال خوبی بود. 66. حتی من اینو میتونم یه ذره بگم آقا شاید کسی ممکنه با این مثلا عبارتای خیلی قشنگی بودن. نه اینجوری نه، حالا زمان بر دور دومی حل کردنی میشه گذاشتش. 67. کدام گزینه نادرست؟ با توجه به اینکه هر عنصر طیف نشری خطی ویژه خود را دارد، میتوان از این طیف برای شناسایی عنصر استفاده کرد. خب این که درست مشخص، جمله صحیح و درست. برای انتقال الکترون از لایه سوم به لایه پنجم در اتم ایزوتوپ های عنصر آ مقدار انرژی متفاوتی نیاز. ببین من میدونم انرژی لایه های من خب با عدد اتمی نسبت مستقیم داره و
ایزوتوپ های عنصر هم که عدد اتمی هاشون یکیه، پس انرژی تکون خوردن های الکترون هم یکی میشه دیگه. جواب گزینه 2 دیگه، واضحا چرت و پرت. 67 سوال خوب. 68 اینو با هم بررسی کردیم تو آزمون در واقع پارسال بود. این شکله: با توجه به شکل زیر عبارت بیان شده در کدام گزینه نادرسته؟ الکترون های نشان داده شده الزاما تمام الکترون های موجود نیستند. اوکی، بریم. شکل نشان دهنده ساختار لایه اتم ها است که طیف نشر خطی عنصرها و چگونگی نشر نور از اتم ها را توجیه می کند. خب من که اینو عبارت غلطی نمی بینم، واضحه که مشکلی نداره و درسته. اگر شکل مربوط به اتم هیدروژن باشه، در قسمت مرئی طیف نشر خطی این عنصر فاصله دو رنگی که مربوط به نور هادی نورهای نشر شده در شکل نسبت به سایر خطوط متوالی هستن بیشتره. این شکله بچه‌ها یکیش آبیه، خب یکیش قرمزه و بین آبی و قرمز فاصله زیادی وجود داره و این حرف درسته. الکترون ها در همه نقاط پیرامون هسته اتم می توانند حضور داشته باشند. بله می توانند حضور داشته باشند. گفتیم آقا در لایه احتمال حضورشون بیشتره. جواب 4. میگه پس از نشر نور توسط الکترون ها نشان داده شده، الکترون اتم نشان داده شده قطعا به لایه اول برمیگرده. نه، لزوما به لایه اول بر نمیگرده. در لایه های دیگر هم ممکنه باشه. ما خوندیم دیگه، مقصدش مثلا ممکنه 2 باشه. این چه حرفیه؟ 68 69 میگه آقا عبارت بیان شده در کدام گزینه نادرسته؟ بریم بررسی کنیم با هم. میگه که نماد هر زیرلایه معین با دو تا عدد کوانتومی به صورت NL مشخص میشه. خب من میتونم این حرف رو چیکار کنم؟ درست بگیرم. درسته دیگه، مثلا چه میدونم 3P4S. درسته. پنجمین نوع زیرلایه یک اتم، پنجمین نوعش، خب حداکثر ظرفیت پذیرش 14 تا الکترون داره. آقا L0 میشه S، L1 میشه P، L2 میشه D، L3 میشه F، L4 میشه G. درسته؟ یعنی این حرف رو میتونیم در نظر بگیریم و میشه 18 تا. G من میدونم 18 تا ظرفیت داره. این حرف غلطه. جواب 2. خوب، خیلی خوب. بریم. 70 عبارت بیان شده در کدام گزینه نادرست؟ در نخستین خانه از جدول تناوبی. نخستین خانه از جدول تناوبی یعنی چی؟ یعنی هیدروژن. 3 نوع ایزوتوپ پایدار و طبیعی وجود داره. ببین ایزوتوپای هیدروژن در واقع داریم حرف میزنیم. پایدار H1 و 3 پایدار نیست، در واقع پرتوزای و از بین میره. طبیعی است ولی پایدار نیست. جواب 1. مفت. بریم. 71 میگه اگه شمار الکترون های موجود در آخرین زیرلایه اتم ها در 1.9 گرم از ترکیب N2OX برابر انقدر باشه، X برابر کدومه؟ خب ببین تعداد الکترون های آخرین زیرلایه‌ش رو به من داده. خب حالا من یه نکته بگم. اولا N2OX مشخص. من الان آخرین زیرلایه نیتروژن رو میدونم چنده. ببین من برای نیتروژن میدونم هستش در واقع عدد اتمیش 7 دیگه، هست S2P3 و برای اکسیژن هم میدونم هست S2P4. پس مجموع شمار آخرین زیرلایه هاشون رو میتونم خیلی راحت در نظر بگیرم. من 2 تا نیتروژن دارم، یعنی 2 تا 3 تا دارم، از این 2 تا 3 تا میشه 6 تا. برای اکسیژن هم دارم 4 تا X تا، نمیدونم چند دیگه میشه 4X. پس مجموع شماره الکتروناشون میتونم بگم 6 به علاوه 4x. خب آقا من 1.9 گرم از این ترکیب N2OX دارم. درسته؟ که جرمولیش هم ندارم. جرمولیش چقدره؟ 28 به علاوه 16x که میشه 1 مول از این و به ازای هر 1 مول از این من تعداد مولکولش رو که دارم، یعنی در واقع ذراتش رو دارم 6.2 در 1023 ضرب میشه در حالا به تعداد در واقع هر یه دونه از این مولکولش، هر یه مول از این ذرهش فرقی نمیکنه. میتونم بگم آقا 6 به علاوه 4x تا تعداد الکترونم میشه و این عددش به دست اومده 27 ممیز 0.9 ضرب در 10 به توان 22. حله؟ خب من قابلیت ساده کردن دارم. خب و این محاسبه رو من میتونم حتی یه ذره محاسبه بدونم که زمان بر است برای من، ولی عددش عدد روندی میشه، یعنی اعدادش قابل ساده کردن هستن. یه 3 ممیز 0.1 رو من میتونم ساده کنم خودش، یعنی یه 3 ممیز 0.1 رو از این وردارم، یه 3 ممیز 0.1 رو از این وردارم، ساده میشن. بچه ایکس در نهایت به دست میاد 3 و جواب میشه گزینه 2. زمان بر
بریم 72. خب بریم سراغ سوال 72. سوال ظاهرش هم که قشنگ دیدید شما ها سر کلاس، ما عین اینو از سوال کنکور اومده با هم دیگه حل کردیم. بسیار سوال قشنگیه و باید بزنید همه. 4S داریم، 3D داریم، بعد 3D میشه آقا 4P دارم، 5S دارم، 4D دارم و 5P دارم. در نهایت گفته مطابق این قاعده انرژی زیرلایه ها به N و L بستگی داره. آقا انرژی زیرلایه به N و N به اضافه L بستگی داره. چرت و پرت. مطابق این قاعده میتوان آرایش الکترونی 118 عنصر رو پیش بینی کرد. آقا ما این سری عنصر داریم از قاعده آفو پیروی نمیکنن، نمیشه پیش بینیش کرد. غلط. در این شکل مجموع اعداد کوانتومی هستی فری 4 زیرلایه برابر 5. آقا n به اضافه l 4، n به اضافه l 5، n به اضافه l 5، n به اضافه l 5، n به اضافه l 6، n به اضافه l 6. پس غلط. خب جواب 4 دیگه. 73. عبارت بیان شده در کدام گزینه جمله زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟ خب دنبال عبارت غلط. یه هم طرح سعی کرده بپیچونه صورت سوالها، ولی میشه فهمید، اونقدر نکته خاصی نداره. میگه اگه عنصر X داره یک زیرلایه 5 الکترونی در آرایش الکترونی خود باشد. خب ببین یه زیرلایه 5 الکترونی میتونه داشته باشه. ببین یا D5 یا P5. S5 که نداریم، درسته؟ F5 هم حتی میتونم داشته باشم به فرض یه زیرلایه 5 الکترونی در آرایش الکترونی خودش داره. خب بریم بررسی کنیم. گفته آقا میتواند نخستین فلز دسته دی جدول تناوبش که آرایش الکترونی از قاعده آفبا پیروی نمی‌کند. بله آقا کروم 24 میتونه باشه. کمترین عدد اتمی که میتوان به اون نسبت داد برابر با 9 هست. بله P5 من میدونم S و P5 میشه گروه در واقع 17 هم. اولین عنصرش فلور 9. بله میتواند در جدول تناوب نخستین عنصر ساخته بشر در یک گروه قرار بگیره با تکنسیوم 43. بچه 43 در واقع من میتونم در واقع تشخیص بدم 43 در گروه 7 قرار داره. این D5 رو میتونه به MN در نظر بگیرم. منگنز 25 گروه 7، تکنسیوم 43 گروه 7 و 4 جواب من. چرت و پرت. 74. با توجه به شکل زیر بخشی از جدول تناوب عنصر نشون میده کدام مورد نادرست. بریم بررسی. میگه در دوره‌ای که عنصر E در آن جای دارد، دوره چندمه؟ دوره پنجمه. زیرلایه‌های 4D و 5P و 5S الکترون میپذیرد. خب ببین توی زیرلایه در دوره پنجم داریم صحبت میکنیم. خب در دوره پنجم من میتونم در واقع همینایی که میگن الکترون بپذیرن، هم 5S هم 5P هم 4D. درست. گفته اگه مجموع الکترون های ظرفیت عنصرهای B و X برابر 10 باشه. B خب می 13 14 این گروه 15. X مون هم گروه X رو پیدا نمی‌کنم. X اصلا نیست اصلا، ببخشید. گفته آقا این 5 تا باشه پس اینم 5 تا باشه، ظرفیتش 5 تاست. در این بخش از جدول دوره نشان داده شده X میتواند 5 عنصر متفاوت باشه. ببین 5 عنصر متفاوت، خب 5 تا ظرفیت داره. خب میتونه در گروه 5 باشه یا در گروه 15 باشه. 5 وقتی هست یا 15 یا گروهش گروه 5 دیگه، یعنی این حالت ها رو میتونه داشته باشه. میگه 5 عنصر متفاوت میتونم ببینمش. خب ببین 1 2 تا 3 تا، بعد گروه 5 هم میشه آقا گروه 3 4 5 اینجا و اینجا هم میتونه باشه. 5 تا لوکیشن متفاوت میتونه داشته باشه. درسته. در میان عنصرهای A B C D E F لایه ظرفیت 5 عنصر تنها دارای زیرلایه هایی با شمار الکترون های زوجه. من اینو چک نمی کنم، 4 رو چک می کنم. میگه مجموع شمار الکترون های ظرفیت عناصری از جدول تناوبی که زیرلایه 2P آنها در حال پر شدن است برابر 33 است. خب ای بابا اومدیم 4 حساب کنیم، جفتش محاسباتی در اومد. چیکار کنم؟ میگم او هیچ چی دیگه، بالاخره یه شلیه که تو مولیه به قول ما جنوبی‌ها دیگه، یه دونه‌شو باید حساب کنیم. من میگم حالا بریم حساب کنیم دیگه، حالا خیلی فرقی نمی‌کنه. فکر می‌کنم حتی 3 منطقی تر باشه. ببین کل عنصرایی که مشخص کرده گفته لایه ظرفیت 5 تا عنصر زیرلایه‌هایی با شمار الکترون‌های زوج داره. ببین شمار الکترون زوج یعنی مثلا من خب مثلا تیکه تیکه میتونیم داشته باشیم دیگه. الان ما عنصر A رو داریم خب که NS2 داره، اینو میدونیم. عنصر E رو داریم، این گروه 3 این 4 این 5 این 6 این 7 این 8.
یعنی من یه دونه D8 میتونم داشته باشم توی این 9، این 10، این 11. خب و این شبیه مثلا مس میتونه باشه، یعنی مثلا D10 میتونم داشته باشم توی. دوباره 13، 14 من میتونم هم S2 هم P2 داشته باشم. 15 NS2 NP3 دارم، یعنی زوج باز S2 P3 دارم. F هم که 16 S2 P4 دارم، S2 P4 دارم. حله. میگه تنها، حالا یه جمله قشنگی هم داره، میگه آقا تنها داره زیرلایه هایی با شماره الکترون زوج باشه. من این سوال از شما بپرسم بچه‌ها، لایه اول 1s2، لایه دوم 2s2 2p6، لایه سوم 3s2 3p6، لایه چهارم مثلا حالا 3d10 هم به فرض که پر شده چه 4s2 4p6 4d فلان تا آخر. بچه‌ها هر لایه‌ای که پر میشه زوجه، یعنی من زوج الکترون کلا دارم تو لوکیشن هایی که دارم. این نکته داره ها، سوال به شدت نکته داره و قشنگیه به نظر من. روی سوالای من قشنگ تلقیش میکنم. خب پس منظور اینه که فقط زوج باشه. خب یعنی حتی اگر پرم نیست، تهش من زوج ببینم. ببین تو عنصر آ که حالا به فرض مثلا چه میدونم منیزیم باشه، همش زوجه، یعنی تهش S2، من مطمئنم که همش زوجه. توی عنصر C میدونم همش زوجه، توی E میدونم همش زوجه، توی F هم میدونم زیرلایه هایی با شماره زوج وجود داره. اما تو B مطمئنم که تهش S2P3 وجود داره و تنها داره زیرلایه زوج نیست. یعنی در واقع این سوال رو میتونم اینجوری دسته‌بندی کنم، بگم آقا کدوم عنصر است که آخرین زیرلایه‌اش یا اصلا زیرلایه هایی که داره توش یه زیرلایه‌ای پیدا کنم که زوج نباشد. همین جواب گزینه 3 میشه. بریم بررسی. آقا 75 میگه آقا اگه نمونه به جرم 147.5 گرم از عنصر آ دارای انقدر تا اتم باشه، کدام گزینه جایگاه عنصر در جدول به درستی نشون میده؟ شماره نوترون موجود در هسته اتم هم داده به. خب من میگم آقا 147.5 گرم از این موجود دارم که ضرب میشه در به ازای هر x گرمش من یه مول ازش دارم و به ازای هر یه مولش هم 6.2 در 10 به توان 23 دارم. حاصلش رو من می نویسم 15.05 ضرب در 10 به توان 23. بچه این یه 3.01 که ازش بکنم 5، این یه 3.01 که ازش بکنم 2. بعد همین دیگه، چیز دیگه ای نداره که بتونیم نکته عجیب و غریب که مثلا بتونیم سادهش کنیم و اینو. اینجا x در میاد 59 گرم، اوکیه، یعنی محاسباتش میزونه. خب x در میاد 59 گرم، یعنی جرم مولیش فعلا به دست اومده که 59 گرم. حالا گفته که آقا جایگاه این عنصر رو میخوام مشخص کنم و اگه جایگاهش رو بخوام مشخص کنم من یه نکته میتونم ازش در بیارم. باید توی سوال میگفت به نظر من که آقا شما میتوانید عدد جرمی رو خب با جرم مولی تقریب بزنید، یعنی جرم مولی رو تقریبا مساوی در واقع عدد جرمی در نظر بگیریم. ببینین تقریب حرف درستیه واقعا و خیلی از جاها شما میتونین این کار رو انجام بدید، ولی باید میگفت به نظرم توی سوال. خب آقا اگر که عدد جرمیمون جرممون یا عدد جرمیمون در مورد 59، یعنی n به اضافه p و من دارم 59، n به اضافه p شده 59، از اون ورم که n مون که چنده 32، پس p مون به دست میاد چقدر؟ 50. ببخشید 50 چیه؟ 27. p به دست میاد 27. خب پروتون که به دست بیاد 27، این گروه 9 دوره 4 دیگه، این دیگه واضحه دیگه. این هم اوکی بود، قابلیت حل کردن داشت، ولی حالا شاید یه کوچولو زمان بر من هم سبز بذارم، هم بستگی دیگه به سرعت شخص داره. واقعا دو قسمتی که دارم میگم، یکی از سرعت محاسباتش بهتره، یکی از سرعت محاسباتش کمتره. در دور دوم به حل کنه، ولی جزو سوالایی که قابل حل کردن هست به نظر من. بریم جلو. آقا 76 کدام را از عبارت‌های زیر درست؟ بریم بررسی کنیم با هم. میگه در آرایش الکترونی عنصری که به سرب مداد معروفه، عنصری که به سرب مداد معروفه بچه عنصر کربن.
2/3 الکترون ها ظرفیتی هست. ببین ما یه 1s2 داریم، یه 2s2 داریم، یه 2p2 داریم، 2p2. خب آقا میگه 2/3 الکترون ها ظرفیتی هستن. ما کلا 6 تا داریم، 4 ششم یا در واقع 2/3 ظرفیتی هستن. درست، درست باشه، 1 درسته، 4 هم درست. نه درست منظورم اینه که قابل چک کردنن در واقع. حالا یا ب رو چک کنیم یا ت رو چک کنیم. من میگم ب رو چک کنیم. میگه اگه آرایش الکترون عنصری به زیرلایه 4s2 ختم شود، اوکی، شمار الکترون موجود در لایه سوم میتواند 11 عدد متفاوت باشه. خب ببین اگه به 4s2 ختم باشه میتونه فقط 3s2 3p6 4s2 باشه، یعنی میتونه 8 باشه، میتونه 3s2 3p6 3d1 باشه، میتونه 9 باشه. همینجوری تا آخر من میتونم براش عبارت در نظر بگیرم، ولی حالا تا چند تا میتونه باشه؟ ببین قبول داری که کل عناصر دسته دی به 4s2 ختم میشن؟ میگیم بله، بجز 2 تا عنصر، کی و کی؟ مس و کروم. خب تهشون نمیتونن 4s2 داشته باشن، یعنی فقط 8 تا تو دسته دی دارم، یه دونم در واقع کلسیوم، میشه 9 تا. پس 11 تا نمیتونه باشه. غلط. به پره در واقع 1 پره، جواب 4. خوب 77. اگه نسبت شمار پروتون به نوترون، خب آقا نسبت P به N رو داده، در اتم X 72 برابر 8 دهم باشه. خب اینو داده 8 دهم. N به علاوه P هم که شده چند؟ 72. خب میتونم N رو جایگذاری کنم با P دیگه، یعنی خیلی نکته خاصی فکر نمی کنم تو این سوال باشه، کما اینکه میدونم دوستان من هم این سوالو خوب حل کردن حتما. پروتون من از اینجا به دست میاد 32 تا، در واقع نوترون منم به دست میاد 40 تا دونه. حله. گفته آقا عبارت بررسی کنیم. گفته دومین عنصر CO2 بچا کیه؟ ژرمانیوم. دومین عنصر دسته پی جدول دوری است که زیر لایه 4p آن داره الکترون میپذیرد. خب آره دومین عنصریه که زیر لایه 4p داره الکترون، چون 4p1 مال گالیوم، 4p2 مال ایشونه. درست. شمار الکترون ظرفیتی آن، خب ظرفیتی میشه 4s2 4p2 با شمار ظرفیتی دومین عنصر دسته دی. دومین عنصر دسته دی تیتانیومه، 3s2 3d ببخشید 4s2 3d2. درسته. یون 3 بار منفی عنصر بعد از آن آرسنیک 33 رو داره. میگه به آرایش گاز نجیب چهارمین جدول میرسه. درسته. شمار زیرلایه های دو الکترونی در آرایش الکترونی عنصر، خب نصف شمار الکترون های داره L2. خب شمار زیرلایه های دو الکترونی یعنی چی؟ ببین میتونیم بشماریم دیگه، یعنی منظورش احتمالاً زیرلایه S در واقع. خب من 1s2 دارم، 2s2 دارم، 3s2 دارم، 4s2 دارم، 4p2 هم دارم، 5 تا دارم، 5 زیرلایه 2 تا الکترونی دارم و نصف شمار الکترون های L مساوی 2. L مساوی 2 10 تا دونه الکترون، دیدهش پر دیگه، از 30 گذشته. بله درست. خیلی خوب 78. عبارت بیان شده در کدام گزینه درست؟ بریم بررسی. میفرماید که اگه شمار الکترون های ظرفیتی عنصری برابر با 2 باشه، خب ظرفیتش میگه 2 باشه، یعنی یا گروه 2 باشه یا گروه در واقع 4 باشه. ببخشید ظرفیتش 2 باشه خیلی چیز خاصی بهمون نمیده دیگه. حالا بریم بررسی کنیم با آرایش الکترون نقطه‌ای آن به یقین به این شکله. نه دیگه، الان مثلا هلیوم کجاش این شکلیه؟ هلیوم در نظر نمیشه گرفت دیگه، برای این که غلط. مجموع N به اضافه L الکترون های ظرفیت عنصری که یک الکترون منفرد در آرایش الکترونی خود دارد میتواند برابر با 19 باشه. ببین میگه یه دونه الکترون منفرد در آرایش الکترونی نقطه‌ایش باشه. یه دونه الکترون منفرد میتونه از گروه 1 باشه، میتونه از گروه مثلا 14 نه، 15 نه، 16 نه، 17 باشه. خب یه دونه الکترون منفرد داره دیگه، میتونه از این دوتا گروه باشه. N به اضافه L الکترون های ظرفیتیش، خب ببین الان N به اضافه L مثلا چه میدونم NS1 الکترون ظرفیتی داره میگه دیگه، میشه N به اضافه S که صفره، یعنی میشه 1 ضرب در N به اضافه 0. خب میشه N من هیچ وقت نمیتونه 19 باشه. خب پس این که نمیتونه باشه احتمالا. اینو بریم بررسی کنیم. آقا این هست مثلا NS2 NP5 فرمولای ظرفیتش میشه 2 ضرب در N به اضافه 5 ضرب در N به اضافه 1 P1 دیگه مساویس با 19.
من میتونم آیا n رو به عنوان عدد طبیعی به دست بیارم؟ ببینیم میشه یا نمیشه. یه 2n دارم به اضافه یه 5n دارم، در واقع درست میگم 5n به اضافه یه دونه 5 شده 19. پس 5 رو از این کم کنم بشه 14، 7n میشه 14، این میشه 2. میتونه باشه آقا، درست، مشکلی نداره. میبینی میشه اینجوری حسابش کرد و در میاد. اوکی، مشکلی نداره. بریم جلو. خوب بود سوالش اینم. شاید به ذهن دوستان کمتر برسد برای حل کردن این سوال، ولی به نظر من این سوال باید حل میشد. سوال خوبی هم بود برای حل کردن. عنصر Z یکی از عنصرهای دوره سوم جدول دوره است. خب در دوره 3 قرار داره که در ساختار آرش الکترون نقطه‌ای آن 3 الکترون تک یا جفت نشده وجود داره. میتونم در گروه 15 در نظرش بگیرم. گروه 15 دوره 3 یعنی نیتروژن نه فسفر. 1 2 3 تا 4 تا 5 3 تا الکترون تک داره. حالا عبارت ما هم دیگه بررسی کنیم. گفته که آقا اگر این عنصر توانایی تشکیل آنیون رو داشته باشد، خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه با عنصر عدد اتمی 7. چه ربطی داره؟ درسته همگروهن ولی خواص شیمیایی مشابه دارن نه فیزیکی. اون نیتروژن گازه، فسفر که اصلا من سفید و قرمز دارم، اصلا جامد، اصلا ربطی به هم دیگه ندارم. جواب 1 مفت. بریم. سوال 80 میفرماید که اگه مجموع شمار یون ها در نمونه از کلسیم برومید برابر اینقدر باشه، این نمونه چند میلی گرم جرم دارد. خب بریم بررسی کنیم ببینیم چند میلی گرم جرم میتونه داشته باشه. آقا من نمونم هست 5 ممیزه 418 در 10 به توان 21 مجموع شماره در واقع یون هاش، یونش رو من داد. من میگم آقا اول مولش کنیم، 10 به توان 23 تا یونی میشه 1 مول از این موجود. خب بعد میتونم بگم آقا کلسیم برومید یعنی CaBr2، درسته؟ خب میگه مجموع شماره یون هاشو کلشو حساب کن. خب من CaBr2 رو دارم آقا، به ازای هر چند تا یون یه دونه CaBr2 تشکیل میدم. خب من میدونم CaBr2 تو تفکیک یونیش، ببین تفکیک یونی مال فصل 3 دهمه نباید بیاد، ولی تعداد یون داره میپرسه دیگه. میشه یه دونه CA دوباره مثبت، 2 تا BR یه بار منفی، در واقع مجموعاً میشه 3 تا یون. میگم به ازای هر 3 مول یونی که در این ذره وجود داشته باشد من 1 مول از این CaBr2 دارم و به ازای هر 1 مولش هم در واقع 200 گرم جرم دارم که از اینجا یه ضرب در 10 به توان 3 هم بکنم که هر 1 گرم 1000 میلی گرم که میلی گرمش به دست میاد. اینجا عددم میشه 600. اینا میتونم 54 ممیز 18 مثلا در نظرش بگیرم که احتمالا یه ذره بهتر ساده بشه بر من. به نظر من بهتر ساده بشه این شکل. ضرب در توان 20 مثلا. زمانبر که در واقع میتونم بگم دور دوم حتما بهتره حل بشه این سوال، چون تفکیک یونی واقعا تو بودجه بندی به نظرم خیلی جا نمیگیره. 81 گفته آقا عبارت بیان شده در کدام گزینه نادرست؟ بریم بررسی. میگه در دوره‌های دوم و سوم جدول شمار عنصرهای دسته پی که نماد شیمیایی ها تک حرفی است با یکدیگر نابرابر است. ببین من در دوره دوم 5 تا عنصر دارم. چی؟ بور، نیتروژن، اکسیژن و فلور. خب این تو دوره دوم. بور، کربن هم ننوشتم، کربن، نیتروژن، اکسیژن، فلور. تو دوره سوم من 2 تا عنصر دارم، فسفر و گوگرد که تک حرفی هم. بعد گفته با هم دیگه در واقع نابرابر. درسته. مجموع اتمی عنصر موجود در دوره 5 و گروه 3. خب دوره 5 و گروه 3 یعنی زیر اسکاندیوم یه موجود یه ایگرگ مثلا 39 و اتمی عنصری که در دوره 4 و گروه 10 قرار داره، نیکل 28. دوره 4 گروه 10 برابر 66. خب من میدونم آقا جمع این دوتا برابر 67 نه 66. غلط. خوب. 82 عبارت بیان شده در کدام گزینه نادرست؟ گاز نجیب در طبیعت به شکل تک اتمی یافت میشه. بله درسته.
از دست دادن، گرفتن یا به اشتراک گذاشتن الکترون نشانه ای از رفتار شیمیایی اتم است. بله درست. شمار یون‌های موجود در هر واحد فرمولی از سدیم فسفید 2 برابر باریوم یودیده. ببین سدیم فسفید هست Na3P، باریوم یودید هست BaI2. گفته شماره یون‌هاشون 2 برابر هم دیگه. ببین Na3P چه یون‌هایی میده؟ میده 3 تا Na مثبت، یه دونه PS منفی، یعنی 4 تا یون میده. این میدهد یه دونه BI دوباره مثبت، 2 تا I1 منفی، یعنی 3 تا یون میده. خیلی در واقع ربطی به هم دیگه ندارن و جواب 3 میشه. 4 هم منطقیه دیگه، یون تک اتمی کاتیون یا آنیون نیست که تنها یک اتم تشکیل شده. درست. 83 با توجه به جدول زیر که آرایش الکترونی آخرین زیرلایه رو در 4 یون نشان میدهد کدام گزینه درست؟ خب من عنصرها رو هوا میتونم تشخیص بدم، یعنی اونقدر نکته خاصی نداره. 82 اوکی بود، میشد حلش کرد. باز من میگم البته نه، عبارت اوکی. 83 رو بررسی کنیم. 83 رو من میزنم مثلا دور دوم بررسی بشه، چون یونه مثلا ممکنه کسی راحت نباشه بررسی کردن. هرچند که من موافقم که این حتما دور اول بررسی بشه، ولی حالا آقا 2 پی 6 آ 2 منفی 2 پی 6، پس آ خودش 2 پی 4 بوده، پس آ خودش چی بوده؟ اکسیژن 8 بوده. ام یه مثبت در واقع 3 دی 10، پس 4 اس 1 3 دی 10 بوده، 4 اس 1 3 دی 10 میشه مس سی یو 29 بوده. بعدی دی مثبت 3 پی 6، پس خودش 3 پی 5 بوده، یعنی گروه 17 دوره 3، یعنی کلور بوده. درسته؟ ببخشید 3 پی 6 4 اس 1 رفته، یعنی پتاسیم بوده. درسته. کای 19. ایکس یه منفی 4 پیش، یعنی خودش 4 اس و 4 پی 5 بوده، پس این بروم بود، بیار 35. حالا بررسی. آقا میفرماید که اختلاف اتمی X و D، X و D یعنی 19 با 35 برابر 17، نه برابر 16 دیگه، این که غلطه. شمار الکترون های با L2 در اتم X، خب L2 در اتم X 10 تاست، نسبت به اتم M بیشتره، اونم 10 تاست. نه. بعدی میگه آقا شمار الکترون های ظرفیتی اتم X چند تا ظرفیتی داره؟ میگم 7. برابر با شمار الکترون های با L0 در اتم M. L0 در اتم M هم 7، 1 اس و 2 اس و 3 اس و 4 اس 1 7 است. جواب 3 میشه. بریم 84. با توجه به شکل زیر که ترکیب یونی میان دو عنصر آ و X تشکیل میده کدام مطلب نادرسته؟ خب یه ترکیب یونی بین آ و X داره تشکیل میشه، یعنی 2 تا X رفتن سمت آ. X هامون از گروه 1 بودن احتمالاً، یا یه گوساله هایی بودن که نفری یه دو الکترون از دست دادن. آمون هم از گروه 16 بوده، 2 تا گرفته. یعنی آ مثلا شده 2 منفی، ایکس ها 2 تا ایکس یه مثبت بودن با آ 2 منفی، یعنی ترکیب میشه ایکس 2 آ. دارم حدسی میرم. ترکیب تشکیل شده یه ترکیب یونی دوتاییه. خب ببین اولا که ترکیب یونی دوتایی، خب اینو بعضی از دوستان مشکل دارن، از 2 نوع عنصر در واقع تشکیل شده. این حرف که درست، مشکلی نداره. اینو علامت بزن تو رو خدا، بعدن هم میبینیش. ترکیب یونی دوتایی یعنی 2 نوع عنصر داشته باشه. یون‌های حاصل از آ و X به ترتیب آرایش گاز نجیب هم دوره و دوره پیش از خود میرسه. خب کاتیون قبل آنیون به دوره در واقع هم دوره خودش میرسه. آ گفته هم دوره و بعدش هم گفته دوره پیش خود. خب اینا میتونم، مشکلی نداره دیگه، اینا میتونم در واقع درست بگیرم. اوکی. بریم بعدی. نسبت شمار کاتیون به آنیون در این ترکیب، خب کاتیون به آنیون میشه 2:1. 3 برابر ترکیب نسبت شمار آنیون به کاتیون در ترکیب یونی حاصل از آلومینیوم و اکسیژن. خب آلومینیوم و اکسیژن میشه Al2O3. آنیون به کاتیونش میشه 3:2. خب این ربطی اصلا به هم دیگه ندارن. جواب 3. سوال قشنگ، نرمال و خوب، قابل حل کردن. 85. عبارت بیان شده در کدام گزینه درست؟ پیوند یونی نمیتواند میان یون‌های حاصل از 2 عنصر متفاوت از دسته پی باشه. ببین پیوند یونی در واقع به نظر من حتی میتونه، چرا نمیتونه؟ من مثلا آلومینیوم دارم و اکسیژن، چه ربطی داره؟ چون دسته پی نمیشه اصلا. این چه حرفی؟ خودش اصلا سوال قبلی گفته بود این حرفو.
مدل فضا پرکن نشان دهنده مولکولی که از دو تا اتم یکسان تشکیل شده و داره یک پیوند اشتراکیه. یه چیزی این درسته، نشان دهنده دو تا مولکول اتم یکسان. یه پیوندش از کجا میفهمی؟ من نمیفهمم، از تو این شکل یه پیوندش در نمیاد برام. اگه در مولکول C3H6OY مجموع شماره الکترون ظرفیتی اتم برابر C باشه، شماره اتم 4 رو بررسی میکنم، 3 رو چیه دین. شماره یون ها در هر واحد فرمولی از لیتیوم سولفید Li2S برابر شماره اتم ها در هر واحد فرمولی هیدروژن کلوریده. خب بچه شماره یون ها، خب راجع شماره یون ها صحبت میکنه. Li2S من میدونم دو تا Li یه مثبت میده با یه دونه S دوباره منفی. های Cl در صورت یونش یه هاش مثبت و یه Cl منفی میده. خب یون هایی که با هم میده میگه با هم دیگه بر واقع برابر. نه برابر نیست. اما سه چی میگه؟ خب میگه اگه در مولکول فلان مجموع شماره الکترون های ظرفیت اتم ها باشه سی تا، این مجموع کل ظرفیت ها باشه سی تا، شماره اتم های هاش 3 برابر اتم اکسیژن و حاصل ایکس علاوه بی رو به دست. ببین ظرفیت های کربن رو من میدونم، کربن چند تا ظرفیتی داره؟ میگه 4 تا. هیدروژن یه دونه، اکسیژن هم که 6 تا ظرفیتی داره، درسته؟ خب پس من میتونم بگم 3 تا 4 تا یعنی 12 تا از اینا دارم، به اضافه یه ایکس به علاوه 6 تا ایگرگ حاصل شده 30 تا. از سمت دیگه گفته آقا ایکس من مساوی در واقع مجموع شماره ظرفیت ها 30 تا، شماره اتم هاش 3 برابر اتم اکسیژن باشه، یعنی ایکس من مساوی 3 ایگرگ باشه. از این تا عبارت میشه در واقع ایکس و ایگرگ رو حساب کرد. ایکس مون میشه 6 تا، ایگرگ مون هم میشه 2 تا. ایکس به علاوه ایگرگ مون هم میشه 8 تا. این باز چون بقیه گزینه هاش قابلیت چک کردن داشت و چکش خوب بود، من باز میزنم سبز. به نظر من درصد واقعا خوبی که بشه توی این آزمون آورد، کسی که همه سبزا رو بزنه واقعا هم درصد معقولی میگیره، هم به نتیجه درستی میتونه برسه و واقعا سوالایی داشت که در واقع قابل حل کردن بود و اوکی بود، یعنی اونقدر نکته عجیب و غریبی نداشتش توی سوالا. بعضی سوالای زمان بر بود که براتون علامت زدم. امیدوارم تحلیل رو استفاده کنید و مخلصیم، خسته نباشید.